سلام بیننده گرامی، سرخط خبرها از رادیوی آزادی. سفارت تاجیکستان گفت کارمندان آمان روسیه 10 دانشجوی تاجیک را مجروح کردند. تاجیکستان به چین به مبلغ 85 میلیون دلار محصولات روان کرده است. راننده اتوبوسی مهاجران تاجیک از سفر به کاتلنیکی مسکو خودداری کرده است و دادگاه بیشکک قرار بستن رادیوی آزادی را به تاخیر گذاشت. سفارت تاجیکستان گفته است که در حمله کارمندان نیروهای ویژه یا آمان روسیه به دانشجویان تاجیک در خوابگاه دانشگاه کمسمولسکی لبی امور 10 نفر مجروح شده است. روز 19 می بیش از 100 دانشجوی تاجیکی دانشگاه دولتی کمسمولسکی لبی امور در منطقه خبروسک از سوی نیروهای ویژه یا آمان لطوکوب و شکنجه شدند. با گفته دانشجویان دسته آمان همراه کارمندان خدمات نیروهای فدرالی به خوابگاه دانشگاه آمده به آگاهی و پرسش آنها را بی‌رحمانه زدند. سفارت تاجیکستان در خبرنامه روز 30 می وضع دانشجویان مجروح را معتدل گفته است. در خبرنامه سفارت گفته می شود که دیپلمات‌های تاجیک حادثه را با مقامات روس در میان گذاشتند و به دانشجویان آسیب دیده همه کمک‌های ضروری رسانیده شده است. سفارت تاجیکستان گفته است که برای حل عادلانه این قضیه تلاش دارند. بعضی از دانشجویان به ذکر نام به رادیو آزادی گفتند به ملاقات نمایندگان سفارت نرفتند چون از قبل واخوری و از آنها طلب شده است که بریش بیایند. پس از نشر خبری لطوکوبی دانشجویان تاجیک در دانشگاه لبی امور، سفیر روسیه در تاجیکستان به وزارت کارهای خارجی دعوت شد و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز خواستار تحقیق حادثه شده است. نیم ماهی اخیر در روسیه بازداشت و اذیت مهاجران افزایش یافته است. کارشناسان بازداشت و تحقیر دست جمعی مهاجران را معرکه از پیش برنامه‌ریزی شده علیه مهاجران تاجیک می‌دانند. و اتوبوسی که از شهر خوجندی تاجیکستان بیش از 50 مهاجر را باید به شهر کاتلنیکی مسکو می برد از ادامه سفر خودداری کرده است. مهاجران تاجیک گفتند که با نرخ 7000 روبل روزی 25 می بلیط خریده به راه برآمده بودند. آنها را راننده اتوبوس روزی 31 می در شهر سمره از اتوبوس پایان کرده است و گفته است به شهر کاتلنیکی نخواهد رفت. راننده اتوبوس به زنگ‌های ما پاسخ نداد. مهاجران گفتند که در راه 3 بار اتوبوس خراب شد و آنها ساعتها منتظر تعمیر نشستند. راهی که در 4 روز باید می‌رسیدند به گفته مهاجران هنوز با گذشت 6 روز نرسیدند. بارها مهاجران تاجیک از سفر طریق اتوبوس به مسکو شکایت کرده بودند. شهر کاتلنیکی مسکو که مهاجران به آن سفر دارند با خبرهای فشار و اذیت تاجیکان در آنجا در سرخط رسانه‌ها قرار دارد. در 2 هفته اخیر مقامات روس در این شهر صدها مهاجر تاجیک را بازداشت کردند. روز 30 می در دادگاه شهری بیشکک قرقیزستان شکایت از ازتک میدیا بخش قرقیزی رادیو آزادی در مورد غیرقانونی اعتراف کردن قرار وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان درباره بستن سامانه‌های رسانه بررسی شد. وکیل مدافع ازتک میدیا در دادگاه گفت که قرار وزارت فرهنگ درباره بستن سامانه‌های رادیو غیرقانونی است و وی از دادگاه شهر بیشکک خواست که قرار بیکار کرده شود. دادگاه این درخواست وکیل را قانع نکرد و قرار زینه‌های پایانی دادگاه را به تغییر باقی گذاشت. نماینده وزارت فرهنگ قرقیزستان در دادگاه گفت سامانه‌های ازتک میدیا به آن خاطر بسته باقی میمانند که گزارش درباره نیزهای مرزی قرقیزستان با تاجیکستان همان از سامانه‌ها پاک کردن نشده است. وکیل مدافع ازتک میدیا تصمیم دارد به زینه‌های بالاتر دادگاهی شکایت برد. وزارت فرهنگ قرقیزستان روز 26 اکتبر سال گذشته سامانه ازتک را برای 2 ماه بست و دیرتر محدودیت را دراز کرد. سبب یک برنامه ویدیویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان گفته شد. حکومت قرقیزستان روز 24 اکتبر سال 2022 از رادیو آزادی طلب کرد گزارش را کاملا از سامانه بردارد اما قبول نشد. رهبریت رادیو آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگوست. 31 می روز جهانی مبارزه با تنباکو کشی است. بعضی کشورها در غرب توانستند ذهن جامعه را به سمت ترک سیگار عوض کنند و شعار زندگی سالم یک قاعده زندگی نسل جوان شد. آیا در تاجیکستان هم چنین ایده را تطبیق کردن ممکن است؟ در این باره بعد 4 ساعت همکارانم در برنامه اخبار آزادی گزارش می‌دهند.
و خبر دیگر از معاملات تاجیکستان با چین. داد و گرفت مال میانی تاجیکستان و چین در 3 ماه اول امسال به حساب مقامات تاجیک به 330 میلیون دلار برابر شده است. از این زیاده از 85 میلیون دلار صادرات می باشد. بر اساس آمار تاجیکستان در 3 ماه تقریباً 25,000 تن معدن و کنسنترات متال های گرانبها و سرب را به مبلغ 85 میلیون دلار به چین فروخته است. در نوبت خود به حساب خدمات گمرکی تاجیکستان از چین هزارها نامگوی محصولات مختلف به مبلغ قریب 245 میلیون دلار وارد شده است. در همین حال چین داد و گریخت را با تاجیکستان بیش از 948 میلیون دلار حساب کرده است که در مقایسه با حساب مسئولان گمرک تاجیکستان قریب 3 برابر زیادتر است. داد و گرفت مال و کالا میان تاجیکستان و چین در سال 2022 نیز گوناگون بود. پکین آن را 2 میلیارد و 600 میلیون دلار و مقامات گمرک تاجیکستان 1 میلیارد و 200 میلیون دلار حساب کرده بودند. طرف تاجیکستان در گذشته طرز حساب را باعث به وجود آمدن فرقیت دانسته بود. چین شرح نداده است. و بانک ملی تاجیکستان برای روز 31 می قرب 1000 روبل روسی را 135 سومانی، 1 دلار آمریکایی را 10 سومانی و 91 درم و 1 یورو را 11 سومانی و 71 درم مقرر کرده است. معمولا قرب اسعار در بانک‌های تجارتی اندک فرق می‌کند. برنامه به پایان رسید و شما را با خبر و گزارش‌های بیشتر در برنامه اخباری آزادی انتظاریم که ساعت 18 به وقت دوشنبه و ساعت 16 به وقت مسکو پخش می‌شود. تا برنامه‌های دیگر خدا نگهدار.